سه. سلام دوستان، امیدوارم در هر جایی هستید این ویدیو سری خوب خوش باشید. موسس گپ موضوع دیگه گپ از این قرار است همین ما این ویدیو را بشیم سعی از کجایا باز ما امروز که خیلی می‌خوایم خانه یکی از دخترها بریم که اکثریت چکشایی دیگه آرزو جان یعقوبی خانه‌اش بریم بیشتر پیش بزنیم باز ما با هم دیگه خانه‌اش بریم سعی چیز کفایه به چیز هوایه بریم دوستان عزیزی میخوایم که داول گفته دم ما مادم بخی آرزو جان فرزانه و سیما ولی اینجا مادم که فرزانه نبوده رفته فرزانه میمانی رفته میمانی رفته یک جای رفته خانه نبوده بی خبر بوده که از این خاطر که دو نفر هستیم و خیلی خوشحالم از اینکه در پای آردیشم هستم امروز و زحمت درم که کشتین واقعا زیاد تشکر دستاشون درد نکنه در این هوای گرم زحمت کشتین دیگه این نان خوشمزه را این سفره رنگین را که دوستا و آشنایا که یک جای بخوریم دیگه مزه میده آره باز شما کدام چیز بگین اگر نه نان داشت سلامت باش تشکر حکیمه جان گرچن او زمانی که مادی نشد مثلا مو قنجقه دوستای سلام کنیم نه خیره یالی سلام کنم یا نه سلام کسی که خب رقم خود رو هدی خب ما در هر حالت راحت اوکی سه تو سلام کنی که نون یخنش نه خوسه عزیزای حکیمه جان سلام آرزومندم که هر کجای هستین لبخند در لبهایشون باشه و خوش آرام باشین دیگه شما هم خوش آمدین در خانه از ما و حکیمه جان هم خوش آمدین در خانه از ما خیلی خوشحالم که باز هم بعد از چند وقتی البته ما که حکیمه جان را دیدیم رفتیم مندشنی شما ویدیو از مو را البته در نگین هزاره سیل کردیم دیگه رفتیم پالی حکیمه جان یک روز شیشتیم قصه کردیم که فرزانه جانم بودک ولی امروز جای فرزانه جان خالیه نیسته یک سر مشکلات دیره فعلا یک چند وقتی دیگه بازم هست در خدمت از شما عزیزا دیگه سیما جان همکار نازنین خوبی مسته که خیلی زحمت کشیده به همکاری هم یک نانی نمیخوام مزهش چی رقم ولی از چیره خیلی خوشمزه میشه آره دیگه انشالله که خوشمزه دیگه سیما جان هم هست قد از ما این حال سیما جان هم کوتاه میگه از این نام چی شد سلام بله تمام دوستای حکیمه جان و بینندای خوب قشنگ چی دیگه حکیمه جان این روز در خانه از خودگون خوش آمدی میگیم دیگه ای که او زمان انداد آرزو فرزانه رفت مندشنیشی ما مریض بودم نتونستم برو مندشنیش این روز خوشبختانه در خانه از ما آمده که قدمایش و چشمای از مایه یا ما همیشه ویدیوهایش از استرالیا سیل میکردیم که این روز خوشبختانه در سر سفره در خانه از ما تفاله از ما نشسته دیگه پر حرفی ننیم که نان قدر یخ میشه آره نان یخ میشه دوستا باین کلگیشون نان بخورن آره دیگه باز اگندم تینی آره اگندم میتونیم دیگه ویدیو ادامه داره دیگه بسم شما سیل که دبورید اگر امدن نتونید نان خیر در چایش باین آره دیگه شروع نمی‌کنم آره شروع می‌کنم مول البته یک مهمان خیلی خوبی دیگه هم دیره بوده اجازه فامیلی نه اجازه فامیلی نداره در پیش صحنه باید خاطر بیا برای اینجا ما باید برنج بکنم انزیش گفتی خوش ندارم این پیشتر گفت که ما انزی خوش ندارم این اکثریت زوستون میخوام نه؟ آره سفید بریش سفید اونجا ما چیز میکنم بس مخواست کم؟ نه خیلی کم است نه اون کم مخوری؟ نه کم بگیم چون زوزاده نه؟ خواسته تی خاطنو عدال میشه نمیتونم ده؟ آرزو چیز رو گجاسی؟ چیز خوزو طرف میگره آقا ازی طرف ما ازی طرف میگرم شمردو چون این طرف هم در من سیگیم تنها برنج مخوری؟ چی کم دختره؟ تنها برنج مخوره
از یوشی نم خب من خوش نداشتم. زين اختيش نجم خو چیپس را اینی بخیم بگیر خود خب چیپس میخوای؟ دوستو دشمنی چیپسه ما علی اول چیز را ماس بردم میشتم شاید سالاد هم مخرج قیق نمخرج سالاد میخوای؟ از کدامش میخوای؟ سالاد نکشتی خورد میگرم خوش بگی تکلیف از من روشن کردی نه جسم گمان پیش وید کی میخوای آره باش ما تست کنم چیکار بازم دیگه خب بس خوب صادق میگیم یا نه کمکش تشک نه صادق بگی خب ای از قواریش معلوم میشه خب این نان از قواریخ معلوم میشه خب امیدوارم خوش کنه مهمان پشت صحنه چطوره؟ این خیلی خوشمزه واقعا ما یک جایی رفتیم نان خوردیم خب ولی نمیگم مشخص کنم نیست که بده این گوشت پخته داد چینان یک لقمه تو آخر دادم تو چرا چون یکم درشت بود نه زیاد خوش بود ای در نظرم شاید اور گوشت رو لایده پخته داد چیز نیست که یکم که خوش کنه خیلی خوش کنه نیه نه خمیر نگی خوش گفت تو خمیر نه این خیلی خوب شه خوشمزه چیزم خوشمزه ما تعریف خیره نه واقعا خوشمزه امی ارزش که دارم خسته رفتی گم کرده خود گاز نبودنی گاز میخوام ما میشیشتم دم درگاه بال میشدم سال میکردم نمیشد پسا میشیشتم بالای زینه پسم بال میشدم ما رفتم نه ولی اگه خود انتظار شیشتم و خوشم نه خوشمزه نوش جان نه خواهش میکنم اینا رو دیگه نوش جان مایک داره تیم ده اکرام میگم سیدی میخوام خب ما بگیم آره تو شما میشه اوکی I am ready اوکی دوستان عزیز دیگه اما قسمی که شما گوش کردین ما نان خورنوشان کردیم خیلی نان خوشمزه بود خیلی لذت بردیم و یک قصه های شیرین کردیم دیگه ازش پرسان نکردیم دیگه اینا رو کسی شیشته میوه بخوریم یا نخوریم یا گوشت یا دیگه چیز نمونده چیزی گوشت زگ من دفسم بایدو یک ماس من بخواه خب البته دیگ من ده خود نمیخوری دیگه سرک ده دیگ نمیخورم منی دیگ چیز کنم منی دیگ خودش نمیخوری؟ نه به منش بیرین خوش اوش بسو بستر مخری خود گرم من اینا لم تو بگوز شاید یک چیزا پیداش نه یعنی نه اینجا امیدواری داد یک دنزر میگی خانه خدا واسه آره این نظر میگه یک دنه کالای دیگه خم بیرم نه کالا بدل شوی کالا بدل شوی خیر کالا جان از دی میشه میشه ما اکثر از تو نمیشه تو کار لاغاری از من جان از دی میشه فیکس نه شاید از ما بشه نه چون من کارهای پراخ خب برسرت خیر سر کالا جرمی کی خانه حکیمم قصد دنیا مو ده بلنه بروری یا ده تینه بروری بس بلنه و تینه بروری تقریبا بگیم یکان 30 دقیقه یا 20 دقیقه چیز داره فاصله داره دنج کم زود دنج خوب دیگه دوستا گفتم که کاش که حکیمه جان اینجا بشه خیلی ساده از مود ترایی که یک دختر خیلی شاد دیگه خیلی گپای جالب و خنده‌دار میگه یعنی دسر نام دیگه جاشم خالی بود دیگه البته زمان ریکارد نبود ما خیلی قصه های شیرین کردیم قد یک دیگه خاطر خاطر دختری خیلی ریلکس است حسن نظر تیا دل خوب داره احساس خوب داره کسی دیگر خوب میگیرنی دیگه خودم چنان دختر شک نداشتی اف کورس شک ندارم و ما که میگیم تو همچنان شک نکن خیلی خوب تیر شده واقعا ما اگه رقم یک وقت از اینجا برون بلده از مجلس صادق میشه وقت چی سخت است میفهمم آدم دق میشه نه ولی تسلی دل تصویری زنگ میزنی اوکی سی هری دیگه سیما جانم تشکر نیم که امروز گایش شما کم رفت آمد کردن ولی با اون هم سیما زحمت کشید نان خوشمزه جور کرد خیلی خوشمزه بود این ما هر چیز بگیم کم است کسایی که چپ طرف نزدیکیم ضرور گفته کجا ضرور بای گفتی کی بخوریم سیما چطور سه دیگه نه دیگه مو دیگه شاید کمی بیشتر شد دیگه کنچه نه یه واقعا خوشمزه بود دیگه خدمه استوری چشمای از مایه تو بهترین عزیزترین مهمان از مایه خوش شدی امادی ما همیشه ویدیوهای ترسایل میکردم اولین بار قدی آسیا رحمی
خانه سروری رفته فکر کنم سال کردم باز ویدیوهاش اونجا سال کردم اولین ویدیو در باز دیگه ولی چینل کی آسیا رفتم دیگه از اکثر ویدیو همیشه سیل میکردم جور باشه دیگه دزی آرزو بودم که تو از نزدیک گوش کنم خدا آرزویم رو برآورده کرد در کویته ما آرزو داشتیم در استرالیا روش کنیم ان شاء الله ما آرزوی زیرم تو بلدی آرزوی دی که ما روش کنید اینجوری که ما آرزو که تو ما در استرالیا باش ان شاء الله آرزو رو برآورده کنه سوزن دیگه باز خبر کنیم خو موبایل دروش سه یگانه علاقمند خواست ما مسلمان اوه تشکر فهمی ویدیوهای ترسل میکنم وقت از امو طرز گفتار و امزو ویدیو جور کردن که قنجقه آسیا جور میکردی خیلی دوست داشتم و یکی همچنان اولین باری که تو دکایتاوش کنم که من نشنیدم دادم خیلی قنجقه تو راحت بودم و ریلکس فری خود خبر دیگه آره یه چیز جالب بود دوستا از دماد تا خانه ازمو فرزانه بودک تاش نشته میگه ما عطر نزدم خود خدا عطر بایرو عطر در خانه از یادم رفتاد دیگه چیز حقیقت بود دیگه چرا همه شوکی خوامونه او الماریش کست نام خدا پور زعتر این الماری داره الماری سیده نداره منزل 1003 ما دیگه خو انتر راوکایش از این سالم دیگه پور زعتر یک برو مره برو مره یک عطر دیگه داره خانه ما یک دیگه شو ما چی من دخو چیش ما سالم کی عطر میزنه او دختر تو چرا لی تایجل عطر میزنه میگم ما خوشم ما ازیر قیمت عطر کی د تایجل میزنه خوم سفیده خو پشت چون چیزه برو که مره باشم یک چیز دیگه بخدان مرخم دیگه یکی کالا مالایش کم پندیم شه از او چشتک بله کالا مالای خمزدی مار استاد میشه یا کرخنا بیا استاش او چشتک اون جگه میزی عطر دی خیره ازک دکی آمی او مفتنه آره چشتک عطر او زی تمام روز میه نه چیز دوستا ما البته دوستای خیلی خوبیم که پالویم شیشتن و همچنان بیننده های که مرسل منه ما کسیم که خوامون مادت درم شو اینی اکثریت صدیق خوامون باید خود خاطر دیم دیگه بدون از اینکه گاهی وقتا که در برو از یاد مرا مثل کم امروز خانه شما دادی از یاد میرفتاد که خود خاطر بزنم از خاطر کمادم گفتم که از چیز خیلی راحت بودم به خاطر اگه نه آدم که اینی حس میکردم موست و 100% اخلاق مدیر دیگه میشه و به خاطرم درخواست ازی کردم که بلده مت برگنا اینا تو هر کس در اخلاق تو بشه تو از چه چیز مثل ویدیو تو بایرو و اخلاق چیز نان بایرو نشوخی کم آدم هر جایی نمونه ای کاره نه ما خوشحال شدم از این کار تو دیق نشدم سلامت باشی و همچنان یک پیامی خیلی چیز رم حتما آسیا رحیمی ویدیو ترسل نه آسیا رحیمی خیلی دوست دارم ویدیوهایش را دوست دارم و همچنان هم تک کلامش را لهجه گپزدنش را خیلی خوش دارم بلدهشی در اینستاگرام هم مسیج کردم جواب ندیده در فیسبوک هم مسیج کردم ولی شماره واتساپش ندارم دیگه تو کرافتی خوب زیاد سلام بگی و همچنان از اینجا هم سلامای بلدهش تقدیم منم دیگه اگر مثلا این ویدیو سل منی لطفا همیشه قنجقم فرند باش قنجقم گپ بزن چون ما خیلی تو دوست دارم چه قصد این آسیا که وش کردی گلایجو شو آرزو رم دیدی خب یک جواب مثبت نه او جواب مثبت میدی خوش آرزو نه آسیا جان خیلی دختر خوب است مقدر آشنای شناخت که ماش دارم خیلی یک دختر خوبه خاکیه یعنی حتما مصروفه یک چیزی است که ریکویست خیلی زیاد میاد و این آدم نمیتونه دانه چک کنه نه دلیل ازش شد باشه از خاطر نمیشه دانه تو برچک کنی حتما اگه آسیا جان متوجهش نکنم جواب آرزو جان بدید ان شاء الله یک جواب مثبت بدید باز دیر خم شاید از خاطر نداشت باز یعنی بعضی چیزا کسته از خود اصلی فکر ندم یگان کس فکر نه فکر نه اما آیدی از این آرزو شاید نباشه اگر بفهمه که آیدی است توی 100% جواب میده دیگه او فکر نکیز یگان کس دیگه در نام آرزو جورته خیلی متو چیزا شده دیگه نه در جور از خاطر دیگه نالی آسیا آقای دیگه نمو آیدی آرزو جانه کارزو یعقوبیه دیگه نمور تو باید جواب شیر بدی کلای شالده جان چه دیگه بله چیشی برو بله صفحش سر کم ویدیوهای کتا زیادش دیگه چون اینی آدم در کل کس اما فرنده که دوست داره بیشتر خوش را قدر گپ بزنه ارتباط داشته شه به خاطر ما گشتم قد حکیمه جان خیلی کم ارتباط داشتم و از اینکه کویچه هم ده بیشتر ارتباط پیدا کردم دیگه تو راستی قصه کازی که از استرالیا هم ده اینجی عادت کده نک ده دیقش ده خوشحاله چی رقم سوالی ام سخت موسی اول که بلدی از ما یکم کی سخت بود چرا که موس هوایی خنده اینج گرم بودک نه باز یک بدونی نتی قد زهرا بود که بود ما یکم
افتاد میرقم ولی یک کس خوشی نمیداد که تو دی محیط چی تکس گفتی ولی ما منظور چیز نبوده چون ما تازه هم دادم یک قسم بلده کلی چیز نو بوده یعنی تو یک محیط دیگه ما دیگه جای خیلی بدید سخت یعنی چی خبر بگیم خیلی فرق داره نه و این که بود اینجا گرم بود اونجا یخ این دلیل دیگه شی و اولین دفعه که ما در کوچه بودم از این پیشش وقت نمیدادم بخشیم بخی نو بوده یا آستا تقریبا عادت بود تقریبا چند است حکیم جان کستا مثلی یعنی دیگه خیلی کسایی هست که مثلا مورا در خارج دیگه کشورهای اروپایی آسیایی و طرفا میام پس من یک کم خود خرسردم کجوکیل نه خارجی نه یک کسایی هست که خاکی مثلا خیلی ام که بور سالها اونجا بیشه پس باید امون نفر مثلی که خالم امورکم خالم تقریبا 20 ساله که در نیوزلند که من امورکم خاکی بودی این امزین شور نخورده حال که ترسل من زیبون تو فرق نکده رفتار تو کار همه کلی چیزای تو کارهای تو گفته تو فکر کن تو از افغانستان رو طرف رفتی؟ زین تو سمی سومدی؟ دیگه هیچ فرق نکدم زو خاطر دیگه خیلی نفرها فرق منه چینج میشه زود تغییر مناره این حکمه جان هیچ تغییر نکدم خب امی خیلی خوب است که تو گفتی تغییر نکدی ما خیلی آرزوی امزیرم دارم که هیچ وقت تغییر نکنم اگر هر قدر در یک جای بلند باشم هم تغییر نکنم ولی خیلی اگه در پتام هستم نه و هیچ وقت دوست ندارم که خود خرس کس بال بگیرم ولو که نفر خیلی پایین باشه ما شاید از او دیگه ولی این قص بدتری دیشتش ما نمیخوایم بال بگیرم تو گل دختری از خاطر دختری آره ما تعریف دختری جاغری دیگه آره نه در کل دوستا و اصلا خوب نیه ما خود مخواستن یک مدت دارم کسی که مفهمون مثلا اقتصاد خوب نیه یک نوع کمی حس منه ما خوش دارم قضا بخی قدر خوب شنو چون امو حس کمی بخی جان چه پشم حس بخی راحت کنه نه آدم خیلی خوبه است البته در نزد خداوندم خوب میشه نه خیلی خوب میشه گفتی است تو کسای کاسته شاید کم وضعیت اقتصادیش خوب نباشه یا هر رقم باشه او بازو کمی د خود احساس کنه آره نمیتونه زیادتر در مجلس‌ها و یا پیش یک نفر باید بازو تو که او رقمی باشی دیگه خیلی خوب میشه این چیز رو ما زیاد خیلی خوش دارم در یک جای رفتادیم ولی اون اصلا مشخص نمیگم ما که جا رفتادم خانه یکی بوده قرآن خوانی بوده گنیمینج بوده رفتیم بله او دختر یعنی دختر تو خانه چه مشکل داشته که نیست فروش یک قسم بور شده ده اگر خمروش نیکی مخم است نه ولی او خدا دیگه کار خدایه نه اونو مو از آشپزخانه نمیومده دو دفعه تیر شد مثلا خندق 4 دفعه پنجم اومد بخسمش نقل شد یعنی یک رقم حس خوب پیدا کرد بلدیم نه گفتم چقدر خوبه که نیت تاز مجلس شرندیش مد نمیمد مجلس پس درگاش شد نه یعنی یک دو دفعه سرز ما که مثلا خندق دم نه بعد اکتا دفعه چندم شی اکتا مد بخسمش اشتباه نکرد احساس خوب کردم یعنی یک نوع کمی تو نداره خدا اگه مور جور کرده تو هم جور کرده نه یعنی مو هیچ چیز تو اضافه هیچ چیز نداره خود من کار یک چیز بوده که تو یک چیز یک توی شکل شده نه ولی کل انسانی رنگ خون کلگیم سرخ است کلگیم حس داره قلب داره گپ میزنه عقل داره نه هیچ فرق نداره آدم نباید به هیچ چیز خوب بنازه ما خود ما هیچ چیز برتری ندارم نه کدوم مردم که قد قاری قشنگ داشته باشم یا کدوم سویه تحصیلی خیلی بال یا کدوم خیلی پیسه دار یعنی یک چیزی خیلی که تو سرشی همیشه مغرور باشید یک چیز آدم نیم و ان شاء الله دایندم که هر قدر گفتیم مردم که بالام بوروم یک چیز دستم بیام میخوام که این میرقم که ما روش دیدم زی ویدیو پاس میرقم باشه ان شاء الله میرقم است دیگه اونجور باشه تا این کمی قدر میرقم بوده زیبا بچم ازی باشه دیگه برو روی د پیری نمیگه خود شرم نه روی د پیری خود نه دیگه باز دیگه است دیگه میرقم اگر مو بودی مثلا عزیز ارسین تا تازه که رفته استرالیا خود گم کردی ولی نکدی دیگه زیبا بچی مطمئنم نه باز خیلی کسا ما کسا در ویدیوهای زیادتر چادر ندارم نه چادر نموشم خیلی کسایی گفته که مثلا خارج رفتین خما او یک چیزی شخصی خود آدم یعنی خیلی دوست داره پوشش ما هر جایی را رسم رواج احترام دارم کویچک هم دو ما در کالایش در پوشش احترام دارم خوش دارم مثل خود گنج باشم احیانا اگه ما یک وقت کشور دیگه مثلا ایران یا افغانستان برم خوش دارم مثل ما کالا باشم هر جای در رقم شدم احترام داشته در رسم رواج چی در زبون چی در فرهنگ چی نره دیگه قشنگ دیگه شما ما را احترام داشته شدم در زینه میشه قدم یک سر خلود کدی چیز بعد شونه یا او کسر در نظر نمیره یا او خیلی بده تسلط در پوشش نیادم پوشش نیادم نباید مردم در ظاهر باید قضاوت کنه نه آدم باید همیشه ظاهر بین نباشد باطن بین باشد تا قد یک نفر برخورد نکدی نشناختی دو کلام توبال نکدی زود قضاوت نکنیم و در نظر از ما که ویدیو دراز میشه در نظر من از من اگه بخی سپسات میشه نه و این گپایی بوده که به عنوان یک
فامیل قچم قصه کردیم یک درد دل بود کدام کس تاش بد نخوره که بگه شاید یا نصیحت نه کدام گابی این چیز نبود نه دور از جان کلگی فقط یک قصه بود یک قصه دوستانه بود که داشتیم مشارکت کردیم و مخاطبی خاص نداره دقیقاً کدام گفتنی از جان شش داخل و ما یک چیز دیگه دوستا بگیم که ما از ویدیوهای درام اینجی نه ان شاء الله باز آینده ها خیلی قصه های دیگه داشته باشیم صمیمانه تر یا کمی فرق کنه از صحبتایی که امروز داشتیم تا آینده خاط داشته باشیم ولی امروز که ویدیو طولانی میشه ایرا میج ختم مونیم باز بخیر تا آینده ها سه تشکر دیگه کدام گفتنی خاص ندارم می که امداد خانه از ما دیگه قدم های همیشه گلباران باد دیگه خیلی خوشحال شدیم که باز هم تو را سر سفره داشتیم خانه خود داشتیم ان شاء الله باز هم ویدیوهای دیگه بعدی هم هستیم قد یک دیگه خود دیگه ما همیشه لبخندی عزیزای خود میخوایم که خصوصی گابی قشنگ مو از خود رم چنان میخوای دوستا و مو لبخند سلامت سیمو جان چیز دیگه چیز نمیگم حکمه جان دیگه امروز خیلی خیلی خوش شدم که تو از نزدیک گوش کردم دیگه خوش آمدید خانه از ما دیگه یک امروز نه دیگه از این پاس هر روز خانه از ما بلد شده دیگه هر روز بیا تو امریکایی کم رای دیگه امروز اینجوری دیدک بیا ولی دادقه کم دم خیلی خوب میشه بیا دیگه تا کی کوتا است خیلی زیاد بیا خانه از ما دیگه ویدیوهای طولانی نشنه که این برنامه کم تیر مونه یک اول شده یک آخرش از نوری ما میخوام ویدیو طولانی سینن آره دیگه شما دوستا او رقم نکید مو به خاطری که کم حوصله شما حوصلهشون زیاده شاید دیگه جای در تلویزیون کم راحت تره دیگه نه شما دیگه همیشه حکمه جان را ویدیوهایش بیننده باشید دیگه حمایت کید دیگه تا ویدیوهای بعد چی شما رو در خدای یک تا میسپارم. تشکر. خب دوستان عزیز ما ویدیو طولانی ننم امیدوار هستم که امزی ویدیو که ما امروز بلدشم نشک دادی خوشم بیاد دیگه تا ویدیو بعدی خواهم میگیشم دختر یک تا سپرده شب روز خوب داشته باشین خداحافظ.